درود بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. بچه ها تو این ویدیو میخوایم بریم آسانسور ازمیر. یه جای دیدنی خیلی باحالیه. میخوایم بریم اگه شد سوارشیم بهتون نشون بدم. بعد رسیدیم اونجا بهتون توضیح میدم درباره آسانسور. بزن بریم. Spin like a whirlwind in my mind. Every day and through the night. Oh, you are a lover, the place in my mind. Trying to find a way to get to you. I love the place. بچه‌ها منظره اینجا رو نگاه کنید چقدر خفنه. خیلی خفنه اینجا. آفتاب نمیشه. این خونه داره تازه ساخته میشه. خوش به حال افرادی که اینجا خونه دارن، چون که برن از پنجره میتونن این منظره خیلی خفن بهتون ببینن. بچه این سمت خونه ما یه منظره هست که میشه راحت ازش یه فیلم در آورد. اگه این فیلم 50,000 تا ویو بخوره براتون میدم، هر صبح اونجا رو براتون فیلم میگیرم، هر شبشو. خیلی جای خفنیه. پس حتما این ویدیو رو با دوستاتون با فامیلاتون به اشتراک بذارید که این فیلم 50 تا ویو بخوره. 50 تا ویو بخوره میرم اون منظره رو براتون نشون میدم و یه فیلم براتون میگیرم. بریم. این سگه رفیق منه. خوی نترس، بیا. من داری غذا میکنی، بخور بخور راحت باش. بچه ها این فروشگاهی که میبینید فروشگاه مواد غذایی توی ترکیه که فکر کن توی تموم شهرهای ترکیه هست. فکر کنم تعدادش 3 تا یا 4 تاه. اگه دوست داشته باشید میام براتون میرم توی این فروشگاه، از وسایل‌ها و از قیمتاش براتون فیلم میگیرم براتون میذارم. توی نظرات اینا برام بنویسید که اگه دوست داشته باشید براتون درست میکنم. بزنید. You spin like a whirlwind in my mind. Every day and through the night. Oh, you are a lover, the place in my mind. Trying to find a way to get to. من یه مشکلی که با ترکیه دارم اینه که تو خیلی از کوچه‌ها، تو خیلی از خیابونا پیاده رو نیست و تو مجبوری که از وسط خیابون رد بشی. حالا مثل من دارم از وسط خیابون رد میشم و هر لحظه ممکنه ماشین بزنه منو شتک کنه. خب یه پیاده رو درست کنه دیگه. بعد پیاده روهاشو بهتون نشون بدم. نگاه کنید اینجوریه. ماشین میارن اینجا پارک میکنن، آدم نمیتونه رد بشه، مجبورم الان از وسط خیابون دارم رد میشم. ماشین بیاد میتونه آدم بزنه له کنه. اینا همینجوری باید تا ته بریم. بعد
یه کوچه است مثل این، مثلا اینجوری پله داره میره پایین و توی اون کوچه پر از خونه های خفنه. براتون اونجا فیلم میگیرم، اونجا شروع میکنم براتون به گذاشتن. تقریبا رسیدیم به آسانسور. یکم این براتون فیلم بگیرم. خب بچه اینجایی که میبینید اینجا مدرسه است. ببینید مدرسه چیه این؟ اونجا مجسمه آتاتورک رو میبینید. این ترکا خیلی از آتاتورک خوششون میاد و همه جای مجسمه یا یه عکس آتاتورک هست. های مدرسه هم ایلکوکوله، یعنی دبستانه. این هم چیز اتوبوس میاد اینجا وای میسته. بعدش میایم این ورو از این کوچه‌ای که الان این بغل است میریم پایین و میرسیم به آسانسور. خب این پله ها رو بریم پایین تا برسیم به آسانسور زیبای ازمیر. این خونه هایی که اینجاست خیلی خفن و قشنگه. very beautiful. این چقدر تقریبا داریم میرسیم. کم تندش کنیم برسیم. خب از این پله آمدیم پایین و این آسانسوره که اینها بریم. نه قبل از اینکه بریم آسانسور بریم یه چیزی بهتون همینجا که هست بهتون نشون بدم. یه کافه است که مردم میان چای میخورن، قهوه میخورن. ولی جالبی این کافه ویوی این کافه است که اگه بتونیم فیلم بگیریم خوبه. اینجا تو میشینی چایتو میخوری، قهوه‌تو میخوری با این ویو بسیار بسیار ویو. این اون کافه است. اینجا یه دونه پارک بود، پارک رو بستن، نمیدونم چرا. یه چند ماه چی فکر کنم 1 ساله که بستن این پارک رو.
نمیدونم چرا بستم. بریم این طرف و اینا اینجا پارک بود، از اون راه داشت ولی بسته. واو سچه خب بچه حالا میریم سوار آسانسور میشیم، میریم پایین. بعد اون پایین هم یه دونه کوچه است، کوچه هم خیلی خفنه، پر از کافه و اینجور چیزای خیلی خفنی داره، مغازاش خیلی خفنه. بریم از اونم براتون فیلم بگیریم. بریم سوار آسانسور شیم. خب اینم کافه خود آسانسوره، هر تو میتونی بشینی، هر بیرون میتونی بشینی. خب آسانسور داره میاد بالا، بریم اینجا فیلمی براتون بگیرم. واو اینجا از این بیلبیلک هست، اسمش چی بود؟ تلسکوپ چیه؟ اینجا یه لیرو این نازی ها میتونی نگاه کنی، ولی از نظر من به خاطر کرونا این کارو نکنید بهتره. ما الان میریم سوار آسانسور میشیم، میریم اونجا. بچه ها یه چیز جالبی هم میخوام درباره آسانسور بهتون بگم. سازنده آسانسور یه مرد یهودی بوده که پایین فکر کنم عکسش هست و مشخصاتش هست، که این مرد یهودی قبلا اینجا پله بوده، یه آدم یهودی میفته پاش میشکنه دستش میشکنه نمیدونم، بعد اون آقای یهودی که اینجا ساخته میبینه به این فکر میفته که اینجا یه دونه آسانسور بسازه که مثلا مردم دیگه نیاز نباشه همه پله برن پایین و اینجور چیزا. به خاطر همین آسانسور ساخته شد. بریم ببینیم اومده آسانسور یا نه. این یه دونه بسته است، بکنم یه دونه رو بسته چون 2 تا داره، یه درش انگار بسته. حالا از این در بریم. خب بچه از آسانسور اومدم پایین، از توش نتونستم براتون فیلم بگیرم خاطر اینکه آدم بود. احتمالاً دارم برمیگردم براتون فیلم میگیرم براتون میذارم. اینم خود آسانسور چه بلنده. این مردم که اینجا میبینید سازنده این آسانسور بوده که اینجا درباره آسانسور رو اینا توضیح داده، سازنده شد. خب ما این کوچه هم بهتون نشون بدم. اینجا آرایشگاه حیواناته، حیواناشونو میارن، موهاشونو کوتاه میکنن، میشورن، اینجورن. جواهر فروشیه که میبینید، بسیار زیبا. اینجا نمیشه تاش او، اسم این کافه تاش اوه، فکر کنم میشه خونه سنگی، به فارسی ترجمهش کنیم میشه خانه سنگی. این کوچه خیلی خفنه که 2 تا کافه داشته. و اینم عکس، نمیدونم که کیا هستن ولی این عکس آتاتورکه. گفتم بهتون که هر جا بریم عکس آتاتورک هست و مردم ترک، آدمای ترک خیلی دوستشون دارن. این کوچه کافاش خیلی خفنه، قشنگه. دوچرخه رو چرا گذاشتم اونجا؟ چرا؟
اینجا هم درباره کوچه آسانسور توضیح دادن و عکسای قدیمی آسانسوره، اوایل ساخته شده بود. این سازندش الان این همین کوچه است. این زمان حاله و این زمان گذشتشه که اینجوری بود و الان اینطوری شد. این دو چرخه تو دیوارم میبینید و اینجا جلوی کوچه دو تا مجسمه است که این سازندشه، مجسمه سازنده است و این ناشه اون نمیدونم اون مجسمه سازنده بود ولی این که نمیدونم چیه، یه مرد از سر گیتار میزنه. یه نمای کل کوچه هم بهتون نشون بدم به این صورت، بسیار زیبا. و اینم نمیدونم چیه. خب بچه ها من همینجا ویدیو رو تمام میکنم. مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. اگه این ویدیو 50 تا ویو بخوره میرم اون منظرم براتون فیلم میگیرم میذارم. تا ویدیو بعدی خدا.